سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. محمد علی هستم از تاجیکستان. بفرمایید آقا محمد علی بزرگوار، برادر عزیز. آقای همسر شما نواسته سوزسته سلامت باشید. الحمدلله. اون توهین هایی که شخصا با سراغه شما میگن انشالله حسن شهامت خودی ما را معین میکنم. درست. توابی خودشون در شما داده سیم و خودشون در اگه ندارم. درست. تشکر برادر عزیز. ما شما را دوست میداریم. سلامت باشید. الله متعال شما را دوست بداره. تشکر از شما. خدا نگهدانتون باشه. موفقیت. سلامت باشید. سلامت باشید. آمین. آقای مرام کنید. الله متعال حفظتون کنه. زنده باشید. سلامت باشید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ما برادر عزیز و گرامی و عزیزانی که ناراحت هستن از اینکه به ما توهین کردن، ما افتخار میکنیم. افتخار به این که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بدتر از این دشنام ها رو شنیدند از مشرکین و کفار. شما تصور بکنید به ناموس رسول الله صلی الله علیه و سلم تهمت زدن، همون تهمتی که تا الان هم دارن همین رافضی ها میزنند، همون تهمتی که عبدالله ابن ابی ابن سلول زد و تا امروز هم همین مشرکین دوران ما دارن تکرار میکنن. به بهترین عالم، به سید اولاد آدم، به امام الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم دروغگو گفتن، جادوگر گفتن، ابتر گفتن، دنبریده یعنی بدون فرزند، با سنگ زدن. ما تا الان یک قطره خون ما در راه خدا ریخته نشده و این بزرگترین آرزوی ماست که الله سبحانه و تعالی شهادت در راهش نصیب ما بکنه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در احد خون از بدن مبارک جاری شد به دست مشرکین. الله سبحانه و تعالی میتونست محمد مصطفی رو صلی الله علیه و سلم رو با لشکری از ملائکه مدد بکنه که در ظرف 24 ساعت همه دنیا رو بگیرند و تسلیم بکنن به پیامبر، اما ایشون در بین ما مثل یک انسان زندگی کردن، خون از بدن مبارک جاری شد، دشنام شنیدن، فوش شنیدن از کفار و مشرکین. به خاطر چی؟ که اسوه و الگو برای ما باشن، که ما امروز در راه دعوت وقتی که این دشنام ها، وقتی این آزارها و اذیت ها رو میشنویم، بگیم که الله سبحانه و تعالی بهترین انبیا رو، محمد مصطفی رو، این مصیبت ها رو در دنیا بهش نشون داد. ما که دیگه خاک پای محمد مصطفی هم نمیتونیم بشیم. و این افتخار بزرگی است که ما در راه دین از این انسان‌های رذل این حرفا رو بشنویم. این نشان میده که راه ما بر حق است. اگر که هر دعوتگر این رو یقین داشته باشه که اگر دیدید که مردم همش تعریفتون کردن، اهل بدعت و اهل شرک و اهل کفر از شما تمجید کردن، اگر دیدید که راه براتون با گل فرش شد، در ایمان خودتون تجدید نظر بکنید.